اخیراً اخبار نگران کننده‌ای از وضعیت بحرانی سلامتی استاد موسیقی سیاوش قمیشی منتشر شده. این اخبار طرفدارانشون رو نگران کرده. بیماری ایشون به دلیل آتش سوزی‌های ویرانگریه که کالیفرنیا رو در بر گرفته. کالیفرنیا اخیراً با یکی از شدیدترین فصل‌های آتش سوزی در تاریخ خود دست و پنجه نرم می‌کند. شعله‌های بیرحم آتش آسمان را با دود غلیظ تاریک کرد و زندگی در لس آنجلس به یک کابوس واقعی تبدیل شد. این آتش سوزی‌ها نه تنها خسارات مالی و انسانی زیادی به بار آورده، بلکه شرایط زیست محیطی خطرناکی رو ایجاد کرده. دود سنگین و آلودگی هوا تنفس رو برای ساکنان دشوار کرده و بسیاری از افراد آسیب‌پذیر رو به بیمارستان‌ها کشوند. دود و آلودگی ناشی از این آتش سوزی‌ها باعث بروز مشکلات تنفسی متعددی شده. در میان این فاجعه ویدیویی از مژگان شجریان، دختر خواننده معروف ایرانی محمد رضا شجریان، مورد توجه قرار گرفت. در این ویدیو مژگان وضعیت خود رو در تاریکی و کنار آتش توصیف میکنه و چالش‌های زندگی بدون برق به مدت 36 ساعت که ناشی از آتش سوزی‌ها بوده به اشتراک گذاشته. لایو دارم صحبت میکنم. شاید باورتون نشه که در امریکا الان ما 36 ساعتی که برق نداریم به خاطر آتش سوزی و این روایت تصویر واضحی از وضعیت بحرانی بسیاری از ساکنان را نشون میده. یکی از افرادی که به شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته، افسانه موسیقی ایرانی سیاوش قمیشی است. او که سالهاست در لس آنجلس زندگی میکنه، به گزارش‌ها به دلیل مشکلات شدید تنفسی ناشی از دود و آلودگی آتش سوزی‌ها به بیمارستان منتقل میشه و بستری است. و طبق اطلاعات به دست اومده از منابع نزدیک ایشون، متاسفانه حال جسمانی ایشون اصلا مناسب نیست و پزشکان مجبور به استفاده از اکسیژن برای بهبود شرایط تنفسی او شدن. احتمالاً کنسرت‌های این خواننده لغو بشه. این خبر موجی از نگرانی رو در میان طرفدارانش ایجاد کرده. طرفداران از سراسر جهان پیام‌های دلگرم کننده ارسال کردند و نگرانی خود را ابراز و آرزوی بهبودی سریع او را دارند. برخی طرفداران خاطرات شیرین خود از موسیقی قمیشی را به اشتراک گذاشتند. قمیشی تنها هنرمند تحت تاثیر این آتش سوزی نیست. بسیاری از هنرمندان از جمله پرویز غریب‌افشار، حمید شبخیز، زهرا امیرابراهیمی تحت تاثیر این آتش سوزی‌ها مجبور به ترک خانه خود شدند. پیام‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند و از مخاطبان خودشون خواستند که برای تمامی آسیب دیدگان این فاجعه دعا کنند. آرزوی سلامتی برای استاد سیاوش قمیشی رو دارم و همچنین تمام اشخاصی که در این فاجعه آسیب دیدن. همراهان همیشگی عزیز، اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک و ساب یادتون نره.